سلام، وقت بخیر. امروز قراره برای کلاینت عزیزمون پولوژن تراپی انجام بدیم. توی مرحله اول که مرحله پاکو داریم، حتما باید از میکاپ ریموور که آرایش رو پاک میکنیم استفاده کنیم و بعد از اون از مرحله بعدی میسلار واتر، بعدش شوینده و بعد تونر. الان توی این مرحله ما قراره که از میکاپ ریموور استفاده کنیم. آرایش چشم رو پاک میکنیم. پدمون آغشته به میکاپ ریموور هستش. اگر که مراجعهمون روی چشمش ریمل داشتهش، حتما از گوش واکن استفاده کنید برای پاک کردن که لابلای این مژه ها ممکنه که آرایش کامل مونده باشه و دقیق پاکش کنید.